بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. ما هیچگاه آیه ای را کنار نمیگذاریم و از یاد نمیبریم مگر آنکه بهتر از آن یا همانند آن را بیاوریم. آیا نمیدانی که خداوند بر هر کاری تواناست؟ آیا نمیدانی که فرمانروایی مطلق آسمان ها و زمین با خداست و شما را هیچ یار و یاور و پناهگاهی بجز خدا نیست؟ آیا می‌خواهید همان برخوردی را با رسول اسلام کنید که پیش از این با موسی کردند؟ بدانید که هر کس ایمان به حقیقت را رها کند و راه ناسپاسی و کفران پیشه کند، بیشک راه درست را گم کرده است. بسیاری از اهل کتاب با آنکه حق بر آنها آشکار شده از روی حسد دوست دارند حال که ایمان آورده اید دوباره شما را به وادی کفر و ناسپاسی بازگردانند. اما شما عفو کنید و با گذشت با آنها برخورد کنید تا خداوند به موقع فرمان خویش را جاری کند و خداوند بزرگ بر هر کاری تواناست. نماز را به پای دارید و زکات اموالتان را پرداخت کنید و بدانید تمامی دستاورد نیکتان را نزد خداوند خواهید یافت و خداوند به عمل کردتان کاملا بیناست. و ادعا کردند که هیچ کس به بهشت خداوند وارد نمی شود مگر آنکه یهودی یا مسیحی باشد. این آرزوی آنهاست. به آنها بگو اگر راست میگویید دلایلش را بیاورید. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آری، هر کس که سراپا تسلیم خداوند شود و رو سوی او آورد در حالی که عملکردش نیز سراسر خوبی و خدمت باشد، بدون شک پاداشش نزد خداوند محفوظ است و هیچ ترس و یأس و اندوهی در او راه ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کشاورز یونجه ها رو که از زمین درو میکنه زمین رو رها نمیکنه، یا باز مثل همون یونجه میکاره یا بهتر از یونجه گندم میکاره. باغبان گلهای شمعدانی رو که از درون گلدان بیرون میکشه گلدان رو رها نمیکنه، یا باز چیزی شبیه شمعدانی میکاره یا بهتر از شمعدانی روز میکاره. مادر بچه رو از شیر میگیره، بچه رو بی غذا رها نمیکنه، یا باز چیزی شبیه شیر بهش میده یا بهتر از شیر سفره غذا برابرش خواهد گشود. حالا خدا هم همینه، همینطوره، مثل اون کشاورزه، مثل اون باغبونه، مثل اون مادره. اگر چیزی گرفت یا مثل او یا بهتر از اون خواهد داد. اینجا نوشته آیه 106 سوره مبارکه بقره. ماجرا هم از این قراره. میگه ممکنه امروز ما یه آیه نازل کنیم، اون آیه یک حکمی برای شما داشته باشه، یک تکلیفی مثلا واجبی حرامی.
بعد از یه مدتی اون حکمه رو برداریم، اون واجبه رو برداریم، اون حرامه رو برداریم، یا مثل اون حکم نزدیک به اون حکم صادر کنیم، یا بهتر از اون حکم رو. ولی یادتون باشه آیه یک معنای عامی داره. آیه یعنی نشانه و بر این اساس هر چیزی آیه است، یعنی نشانه است، رد پایی است از خداوند و تعمیم داره. بنابراین نعمت هم آیه است. شد؟ حالا این آیه اینو میگه اگر یه نعمتی ازت گرفتیم نریز به هم، یا مثلش بهت میدیم یا بهترش بهت میدیم. ما ننسخ من آیتن، هر آیه ای رو که نسخ میکنیم، بر میداریم، از بین میبریم، او ننسها، یا به فراموشی میسپاریم، یه کاری میکنیم همه فراموش کنن، نأت به خیر منها، بهترشو میاریم، او مثلا، یا چیزی شبیهش. الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، تو نمیدونی که خدا هر کار بخواد میتونه؟ نمیدونی؟ بابا مرده رو زنده میکنه. به یعقوب گفت یعقوب اینقدر به هم نریز، اینقدر پریشان و آشفته و دل مشغول نباش. ببین لو کان یوسف میتا لاحییته لک، نگفت اگه یوسف زیر سنگم باشه برات پیداش میکنم، که هنر نیست، ما میتونیم گم شده رو پیدا کنیم. نه، گفت ببین یوسف مرده هم باشه برات زندش میکنم. ما میتوانیم. و این یعنی ببین اگه گرفته ای، اگه گرفتاری، روزهای تغییر در پیش است. ان مع العسر یسرا، همین قرآن میگه. با هر سختی آسانیه. پس جز با خیال راحت به خواب نرو. ببین اونایی که بهترین خبر زندگیشون رو امروز شنیدن و زندگیشون شیرین شد، دیشب هیچ خبری از امروز نداشتن. یادت باشه خدای امروز اونها خدای فردای ما هم هست. برای ماهی هیچی آب نمیشه، هیچی جای آب نمیگیره. برای انسان هم هیچی خدا نمیشه، هیچی جای خدا رو نمیگیره. لذا در این آیه 107 سوره مبارکه بقره میگه ما لکم، نیست برای شما، یعنی گشتم نبود نگرد که نیست، ما لکم، نیست برای شما، من دون الله، جز خدا، من ولی، هیچ ولی یعنی سرپرست، یعنی کسی که کار آدمی رو عهده میگیره، سامان میده. میگه هیچ کسی نیست تو عالم که شما رو سر و سامون بده، ضبط و ربط کنه، جمع و جور کنه. هیچ کس نیست. ولا نصیر، هیچ یار و یاوری نیست مگر خداوند. پس با او باشید، با او هم نشین باشید. و میگن هر کسی با هر کسی نشست و برخاست داشت، رنگ و بوی او رو پیدا میکنه، شکل و فرم او رو پیدا میکنه.
حالا ببین آدمی با خدا بنشینه چه شکلی میشه. توی فصل بهار درخت گیلاس غرق شکوفه است. یه تنه بهش بزنی، تنه که بهت نمیزنه هیچ شکوفه بارونت هم میکنه. یعنی در مقابل این بدی که نمیکنه هیچ خوبی هم میکنه. درخت گیلاس چوبه، از چوب کمتر نباشی. لااقل کسی بهمون بدی میکنه بهش خوبی نمیکنیم، حداقل بدی هم نکنیم. تنه میزنه ما تنه نزنیم، مثل اونش. اینجا نوشته آیه 109 سوره مبارکه بقره، فعفو عفو کنید، ببخشید. یعنی اگه یک کسی به طعنه زد لااقل تو طعنه نزن، ببخش، بگو بخشیدم. بالاتر وصفهو، صفحه بزنید. یعنی چی؟ یه صفحه مقابلته داری میبینی، یه تصویر، یه عکسی، تا بازه میبینی، ولی وقت صفحه بزنی دیگه نمیبینی، از ذهنت هم میپره. میگه وصفهو، اون خطاشو صفحه بزن، اصلا فکرش هم نکن، جایی هم مطرح نکن. اون بخشش خودتم صفحه بزن، نگو فلانی فلان کار کرد من بخشیدمش، همین هم نکن، صفحه بزن. یعنی چی؟ یعنی ذهنتو خالی کن. این خالی شدن ذهن، این خلا بهت نیرو میده ها. نگو پر رو میشه، تو هم پر نیرو میشی، نیرو پیدا میکنی، انرژی پیدا میکنی به خاطر اون خلا و خالی شدن ذهن. میدونید خلا خودش قانونه، بر اساس این قانون شما به انرژی دست پیدا میکنی. این گردبادها چرا اینقدر قدرت دارن تا جایی که میتونن این اجرام سنگین و سخت رو بالا ببرن؟ گردابها چقدر قدرت دارن، میتونن فرو بکشن. اینایی که اهل منقلن میخوان زغالشون زود بگیره، خوب بگیره، چیکار میکنن؟ یه تنورک که درونش خالیه میگذارن، سریع پر میگیره. خلاه دیگه، خلاه قدرت میاره، نیرو میاره، انرژی میاره. میگه وصفهو، صفحه بزنید تا به اون خلاه برسید، تا به اون قدرت روحی و معنوی دست پیدا کنید. خوش باشید.